درود بر شما. ایشالله که سلامت و مانا باشید. این جلسه میخوام این گل مرواریدی رو به شما آموزش بدم. بریم برای آموزش. برای این گل نیاز داریم به مروارید شماره 5 سفید، کریستال شماره 2 بنفش. شما میتونید از تک رنگ هم استفاده کنید. نخ ماهیگیری شماره 12. سوزن از 10 تا مهره عبور میدیم، میاریم انتهای نخ، دو سر نخ رو به هم گره میزنیم. دو تا گره محکم میزنیم، اضافه‌ش هم قیچی میکنیم. از یک مهره سوزن رو عبور میدیم. سوزن رو از 3 تا مهره عبور میدیم، 3 تا مهره وارد سوزن میکنیم. مجددا سوزن رو از همون مروارید جهت مروارید روی حلقه 10 تایی از جهت مخالف نخ سوزن رو مجددا عبور میدیم. یه حلقه 4 تایی ایجاد شد. از این مهره سوزن رو عبور میدیم، از این مهره هم عبور میدیم. سه تا مهره دیگه وارد سوزن میکنیم. مجددا از جهت مخالف نخ از این مروارید سوزن رو عبور میدیم. از این مروارید عبور میدیم، از این مروارید هم عبور میدیم. دو تا حلقه 4 مهره ایجاد شد. 3 تا مهره وارد سوزن میکنیم. از این مهره جهت مخالف نخ سوزن رو مجددا عبور میدیم. از این مهره و این مهره عبور میدیم. 1 2 3 تا حلقه ایجاد شد. مجددا تکرار میکنیم. سوزن رو از 3 تا مهره عبور میدیم. از جهت مخالف نخ از مهره سوزن رو عبور میدیم. حلقه رو دور میزنیم. سه تا مهره دیگه وارد سوزن میکنیم. و مجددا حلقه رو دور میزنیم.
الان 1 2 3 4 5 تا حلقه 4 مهره‌ای داریم. حالا از این مهره سوزن عبور میدیم. 6 تا مهره وارد سوزن میکنیم. 1 2 3 4 5 6 تا مهره وارد سوزن میکنیم و میایم از اینجا، از این مهره ابتدایی، حلقه ابتدایی سوزن رو عبور میدیم. از این مهره حلقه 10 تایی هم سوزن رو عبور میدیم. از این مهره هم عبور میدم. شش تا مهره وارد سوزن میکنیم. 1 2 3 4 5 6 تا. از این مهره مجددا سوزن رو عبور میدیم. یه دونه گلبرگ ایجاد شد. نخمون رو صفر نمیکشیم، گلبرگ ها باید آزاد باشه، به این صورت صاف باید قرار بگیرن. از این مهره سوزن رو عبور میدیم. حالا از این مهره ها سوزن رو عبور میدیم. از 2 تا مهره روی حلقه 10 تایی سوزن رو عبور میدیم. سه تا مهره وارد سوزن میکنیم. مجددا از این مهره که روی حلقه 10 تاییه از جهت مخالف نخ سوزن رو عبور میدیم. یه حلقه 4 تایی دیگه ایجاد شد. حلقه رو دور میزنیم. سه تا دیگه مهره وارد سوزن میکنیم. و مجددا از مهره این حلقه 4 تایی اولی سوزن عبور میدیم. از جهت مخالف نخ سوزن عبور میدیم. از این مهره سوزن عبور میدیم. از این مهره هم سوزن عبور میدیم. سه تا مهره وارد سوزن میکنیم. مجددا
از مهره روی حلقه دوم جهت مخالف نخ سوزن عبور میدیم و حلقه رو دور میزنیم. سه تا حلقه 4 مهره ایجاد شد. مجددا 3 تا دیگه مهره وارد سوزن میکنیم. از این مهره جهت مخالف نخ سوزن رو عبور میدیم. از مهره حلقه 4 هم ایجاد شد. از این مهره عبور میدیم. از این مهره هم عبور میدیم. حلقه 5 رو هم میبافیم. 3 تا مهره وارد سوزن میکنیم. اینم از حلقه 5. حلقه رو دور میزنیم. مجددا 10 تا مروارید دیگه 6 تا ببخشید 6 تا مروارید دیگه وارد سوزن میکنیم. 2 3 4 5 6. از این مهره سوزن عبور میدیم. از مهره روی حلقه 10 تایی هم سوزن عبور میدیم. مجددا از این مهره سوزن عبور میدیم. شش تا دیگه مهره وارد سوزن میکنیم. سه 4 5 6. از این مهره سوزن رو عبور میدیم. یه گلبرگ دیگه ایجاد شد. گلبرگ دوم هم ایجاد کردیم. حالا از این مهره سوزن عبور میدیم. از این مهره ها عبور میدیم. از حلقه 10 تایی 3 تا مهره میایم بالا. یه دونه مهره وارد سوزن میکنیم. یعنی از این بالا ما از 2 4 از 5 تا 2
4 5 تا مهره عبور دادیم، یه دونه مهره وارد سوزن کردیم و 3 تا مهره از اینجا میشماریم، 1 2 3. از 3 تا مهره سوزن رو عبور میدیم. این 2 تا گلبرگ به هم متصل شدن. حالا از این مهره‌ای که روی حلقه 10 تایی هست سوزن رو عبور میدیم. از 2 تا مهره روی حلقه 10 تایی مجددا سوزن رو عبور میدیم. دو تا گلبرگ رو به هم بافتیم، جا به هم متصل کردیم. دو تا گلبرگا رو ببافید به همین ترتیب که توضیح دادم. ببافید تا بیاد به اینجا برسه. 3 تا گلبرگ دیگه باید ببافید، به همین ترتیب به هم وصل میکنیم با یه دونه مهره. این گل رو تموم کردم. یه دونه دیگه به سایز همین گل بافتم با رنگ دیگه. شما میتونید تک رنگ ببافید. سوزن و این نخ از این گل جدا نکردم. سوزن و نخ اومدم از این یه دونه مروارید عبور دادم، آوردم سوزن نخ آوردم اینجا ما بین این دو گلبرگ. چون گل رویی باید گلبرگش، هر گلبرگ ما بین 2 تا گلبرگ زیر قرار بگیره. الان این مروارید ما بین این 2 تا گلبرگه. پس میام از یه دونه از این مهره روی گلبرگ دوم سوزنم رو عبور میدم و مجددا از این مهره‌ای که روی مابین این 2 تا گلبرگ هست از جهت مخالف حرکت نخ سوزن رو عبور میدم. این به این صورت نصب شد که الان هر یه دونه گلبرگ ما بین این 2 تا گلبرگ قرار داره. دونه دونه حالا میام مهره ها رو به هم وصل میکنم. از این مهره سوزن رو عبور میدم و از این مهره گل زیری مجددا سوزن رو عبور میدم از جهت مخالف حرکت نخ روی مهره گل دوم سوزن رو عبور میدم. دونه دونه این مرواریدا رو با دوغ به هم وصل میکنیم. 2 تا گل میبافیم به همون روشی که توضیح دادم به هم وصل میکنیم. حالا میایم یه دونه گل دیگه برای گل سوم میبافیم. حلقه 10 تایی رو ایجاد کردیم. 3 تا مهره وارد سوزن میکنیم. از یه دونه مهره خلاف جهت نخ سوزن رو عبور میدیم. از این مهره هم عبور میدیم. از این مهره هم عبور میدیم. سه تا مهره وارد سوزن میکنیم. مجددا از این مهره عبور میدیم و از این مهره هم عبور میدیم.
از این مهره هم عبور میدیم. مجددا 3 تا مهره دیگه وارد سوزن میکنیم و حلقه سوم رو هم میبافیم. حلقه رو دور میزنیم. 3 تا مهره دیگه وارد سوزن میکنیم. حلقه رو دور میزنیم. از این مهره هم عبور میدیم. از این مهره هم عبور میدیم. 5 تا مهره وارد سوزن کردیم. از این مهره سوزن عبور میدیم. از این مهره روی حلقه 10 تایی هم عبور میدیم. مجددا 5 تا مهره دیگه وارد سوزن میکنیم. از این مهره عبور میدیم. این گلبرگمون هم میبافیم. طبق این گله همه گلبرگا رو به این صورت میبافیم تا به انتها برسیم. گل سوم رو میبافیم. گل سوم باید کوچیکتر از این گلا باشه، با این تفاوت که هر گلبرگ این گل درشتا 5 تا حلقه های 4 مهره‌ای داشت و دورش هم 6 تا با 6 تا مهره دور گلبرگ ها بافته شده. ولی این 4 تا حلقه های 4 مهره‌ای داره. این دورم با 5 تا مهره بافته شده. بعد از اینکه تموم شد یه دونه مروارید سوزن از یه مروارید درشت عبور میدیم. روی این گلبرگ گل میبافیم. مهره رو که نصب کردیم روی این گل، حالا میایم دست میکنیم روی 2 تا گل قبلی. حتما باید این گلبرگ ها ما بین 2 تا گلبرگ قبلی قرار بگیره و طبق روش نصب این 2 تا گلبرگ که توضیح دادم و همون توضیحات اینو به هم وصل میکنیم. یعنی یه دونه از این مهره با یه دونه از این مهره به هم میدوزیم دور تا این گلمون کامل بشه. این گل مرواردی آماده شد.